самти асосии кооперативи тиҷоратии беҳбудии ноҳияи кушониён боғдорӣ ва хушккунии мева аст. Аз ин рӯ امروز کارمندان آن تلاش میکنند تا برای تلف نیافتن میوه باغات خویش را سری وقت جمع‌آوری کار کرد و به خشککنی آماده نمایند. میتوان گفت که کارمندان این کооперативи تجارتی در خشککنی میوه‌های خوش‌طعم و صادراتی تجربه پیشقدم را از بر نموده‌اند. از اینجاست که محصولات آماده نموده این کارگاه نه تنها به بازارهای داخلی بلکه به خارج کشور هم صادرات می‌گردد. زردآلو، مناسب، نوک، آلو، سیاه آلو، من چیکار دیده استفاده من سیاه آلو زیاده 5-6 تن حضور خشککردگی تیار داریم. با آینده نقشه داریم خوچ آلوچه یابایی میگن هن این بسیارتر طلبات زیادتر این کدن در کار هر کدوم همین نه کم از 30 تن 40 تن باید که تیار باشد. هرچند میدان عمومی باغ کооперативи تجارتی بهبودی بیش از 2 گکتار زمین را در بر میگیرد، اما همساله برابر فرا رسیدن موسم حاصلخونداری کارخانه مذکور طریق شهرنامه از باغ‌های حدود ناحیه و گرد و اطراف آن نیز میوه‌های گوناگون را خریداری و خوش می‌نماید. خواجگی‌دارو را اعلام کردگی گفتگیم که محصولاتون وقتی که خطر رسیدن شد ما را دعوت کنین ما قطعتون شرطنامه میبندیم موافق شرطنامه قطعتون همکاری میکنیم. عین حال حضور کارگرا 2-3 باغ زردآلو چیندیم چون که زردآلو وقت هم گذشت زردآلو را هم تستر گون داشتن در کار که اسراف نشود. باید گفت که در کооперативи مذکور بیش از 30 نفر با جای کار دائمی تامین بوده در وقت جمع‌آوری میوه ساکنان دیگر محلی نیز با کارهای موسمی جلب میگردند. چون سمت اساسی کارگاه مذکور به خشکانیدن میوه روانه گشته است، رهبران آن تلاش می‌نمایند در نوبت اول دسترنج باغداران ناحیه را خریداری کرده و خوش نمایند، چون به این وسیله تلفیابی حاصل باغات در هوای گرم منطقه کاهش می‌یابد. موافق طلبات اگر فرمایش شود 300-400 تن ما همین را تیار کرده میتونیم. زردآلو را خدا بشکر که آورده قاق کردیم خوش کردیم. این زردآلو هم قریب با انجام رسیده در یک جایگی شرکت اسفرافود قطعی همکاری داریم. مقدار چی قدری که باشد با کم است برای که ما در حاضر تمام امکانیت هست که تو 100 تن 200 تن بیا ملول همین جدا این میدان ما را چخیری دیدن هم بالا هم پایین خوش کرده می شود. بنا به گفته رهبریت این کارگاه میوه خشککنی آنها امکانیت زیادی خشکانیدن میوه را دارند، زیرا کارگاه با بهترین و مؤثرترین دستگاه‌ها تامین گردیده است. از این رو آنها تلاش می‌نمایند برای دریافت مزاجان بیشتر میوه‌های گوناگون را کار کرد و خشک میوه‌های با صفت و جوابگوی به معیارهای بین‌المللی را بند و بست نموده پیشکش خریداران گردانند.